و تجلو ما بعینک من عشاها و تهدیک السبیل اذا ضللت. این یک علمی هست که میکشاید آن ضعیفی چشم تو را. عشاها، اگر عشاها خوانید معنای عشا ضعف البصر، خیرگی چشم. و تجلو ما بعینک من عشاها، علم چیزی است که آن ضعیفی چشم تو را با قوت میگرداند، حتی نصوص قرآن و سنت را میبینی و میفهمی. صاحب علم که شدی تو بسیار چیز را میبینی. و تهدیک السبیل اذا ضللت، اگر گمراه شدمانی به یک راه خطا روی، علم تو را به راه راست میبرارد، راهنمایی میکند. گشته از آن کجی که در رفتی میبرایی، باز به راه راست درست راه میگردی. در بعضی نسخه ها و تجلو ما بعینک من غشاها آمده است. علم چیزی است که آن پرده که در چشم داری آن را میکشاید. این هم معنای درست است. غشاها خوانیدن معناش درست است، عشاها خوانیدن معناش درست است. یعنی علم چیزی است که چشم تو را قوت میدهد، بینایی چشم تو را روشن میکنه. حتی الله تعالی هم در قرآن علم را بینایی نامیده است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. ای پیغمبر بگو قل هذه سبیل، این راه من است. ادعو الی الله، من مردم را به سوی الله دعوت میکنم تا اینکه الله تعالی را پرستش کنند. ادعو الی الله علی بصیرة، من مردم را با بینایی دعوت میکنم، کورم کورکی نه. یعنی علم را الله تعالی بینایی نامید. کسی که علم دارد و بینا هست. بنابراین مردم عوام، عامی ها، از کلمه عمیان نابینا گرفته شده است. نابینا حاجت به یک شخصی بینا دارد که از دستشان گرفته آنها را راهنمایی کند. شخصان علم دار و مردم چراغ هستند. انا و من اتبعنی، من و آنهایی که مرا پیروی کردند. یعنی علما، طالب علما، آنهایی که پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند، مردم را با بینایی دعوت به سوی الله تعالی میکنند. و تجلو ما بعینک من عشاها و تهدیک السبیل اذا ضللت. این علم چیزی است که ضعیفی چشم تو را میرواند، با نوری چشم، با قوتی چشم راه راست را میبینی. اگر رفت و گمراه شدی، علم تو را به راه راست هدایت میکند.